خب برای اینکه مطالب از دست نره ما جریان کلاس رو از این لحظه رکورد میکنیم و با یک مرور کوتاه بر مباحث جلسه گذشته بحثمون رو ادامه میدیم. هدف این بود که جزئیات اجرایی رو به شکلی یاد بگیریم که در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی بتونیم جزئیات رو ترسیم بکنیم. خب قرار نیست ما چیزی رو حفظ بکنیم، فقط کافیه که جزئیات رو درک بکنیم و بدونیم که هدف طراح چی هست، چه خواسته‌ای در سوالی که طرح میکنه داره و ما بدونیم که این جزئیات رو از کدوم منابع میتونیم پیدا بکنیم. اگر بخوام خلاصه ای از جلسه گذشته رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم، چند بخش مهم بود که معمولاً طراح روش تاکید داشت در سالهای گذشته. گفتیم که هم آزمون نظارت و اجرا و هم آزمون طراحی تا الان بحث دیتیل رو بارها و بارها به صورت یک دیتیل کلی و یک وال سکشن مطرح کردند. در این جزئیات بخش‌های حائز اهمیت بود. یکی از مواردی که در تمام سالها تقریباً بهش اشاره شده بود، اشاره به نوع سقف‌های سازه‌ای بود. ما امروز در بخشی از کلاس در رابطه با سقف‌های سازه‌ای صحبت می‌کنیم، جزئیات اجرایی سقف‌های سازه‌ای. معمولاً هر جایی که جزئیات اجرایی در سالهای گذشته مطرح شده بود، موضوع نماسازی هم در کنارش اشاره شده بود. علاوه بر موضوع نماسازی، جزئیاتی مثل عایق‌کاری رطوبتی، جزئیات کفسازی ها، جزئیات سقف کاذب، اجرای دستانداز یا اجرای نرده و در کنار اینها در سالهای اخیر موضوع عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان بهش اشاره شده بود. درسمون رو در جلسه اول با مرور کتاب راهنمای ساختمانسازی شروع کردیم. در اون کتاب به مفاهیم اصلی در رابطه با تقویت مقاطع بتونی با آرماتور و مفاهیم سازه‌ای که در این بخش بود صحبت شد. بعد از اون در مورد عایق‌کاری رطوبتی ساختمان در رابطه با انواع دیوارهایی که میتونه در تراز مجاور خاک یا طبقات وجود داشته باشه صحبت کردیم. نحوه عایق‌کاری رطوبتی در کتاب راهنمای ساختمانسازی بررسی شد. مباحثی مثل پله و بعضی از نماها مثل آجر، مثل سنگ و نماهای سیمانی در اون کتاب بررسی شد. بعد اومدیم سراغ کتاب راهنمای مبحث 19 صرفه‌جویی در مصرف انرژی جلد دوم. در بخش اول این کتاب راجع به دیوارها صحبت کردیم. 3 حالت عایق‌کاری حرارتی دیوار رو صحبت کردیم. روش اول عایق‌کاری حرارتی دیوار از در واقع خارج، عایق‌کاری حرارتی دیوار از داخل و عایق‌کاری حرارتی دیوار به صورت میانی رو بررسی کردیم و تقریباً اواخر جلسه گذشته به عایق‌کاری حرارتی کف‌ها رسیدیم. من مجدد عرض میکنم داریم یه مرور خیلی سریع انجام میدیم روی مطالب گفته شده تا سایر دوستان هم به جمع ما اضافه بشن. مطالبی هم که از روی راهنما دارم میگم جلسه گذشته بهش اشاره شده. بچه‌ها یه نکته رو میگم، لطفاً در واقع توی گروه هم به سایر بچه‌هایی که ابهام دارن بفرمایید. من علاوه بر ویدیوی کلاس شما که ویدیوی شماره 1 و 2 هست که امروز بارگذاری شد روی سایت مرکز، حالا لینکش رو به دستتون میرسونن، یه ویدیوی دیگه رو هم براتون بارگذاری کردم که مربوط به کلاس شما نیست، مربوط به یک کلاس دیگری هست. در یک تایم طولانی تری من بخش عایق‌کاری رو توی اون ویدیو توضیح دادم و قسمت اول این کتاب رو در واقع یه خورده مفصل‌تر توضیح دادم. با توجه به اینکه اون ویدیو هم ویدیوی کلاس شما نبوده، ولی چون کاملا
مرتبط به درس جلسه گذشته‌تون بود، من اون ویدیوی کلاس دیگر رو هم برای شما آپلود کردم که میتونید استفاده بکنید. بسیار خوب. جزئیات عایقکاری حرارتی کف‌ها، در واقع عایق حرارتی یا عایقکاری حرارتی کف از داخل. این دیتیل رو جلسه پیش با هم بررسی کردیم. جزئیات عایقکاری حرارتی کف از داخل حالتی هست که ما کف فضای داخلی رو که در مجاورت با یک فضای کنترل نشده هست عایقکاری حرارتی انجام میدیم. به عنوان پوشش عایق حرارتی از صفحات چوبی یا همون پارکت استفاده شده. روی پارکت هم یک پوشش در نظر گرفتن برای اینکه بار پارکت یا وزن کف به عایق حرارتی فشار نیاره، از لقمه نگهدارنده یا پدستال ها یا پایه های قابل تنظیم استفاده شده. در قسمت پایین صفحه اینجایی که ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده جزئیات اجرای کفسازی روی لقمه یا پدستال. خب این لقمه ها در اشکال مختلف ممکنه دیده بشه. هم قطعات فلزی هست که به عنوان پایه قابل استفاده است، هم قطعات پلاستیکی وجود داره که به عنوان لقمه نگهدارنده قابل استفاده است. این دیتیل در شکل مفصلتر خودش زمانی که این کف فاصله بگیره از کف سازه‌ای اصطلاحاً با عنوان کف کاذب شناخته میشه. خب جزئیات بعدی بسیار شبیه همین جزئیات هست، با این تفاوت که به جای لقمه قابل تنظیم از چوب چهارتراش استفاده شده. همونطوری که در این بخش ملاحظه می‌فرمایید از چوب چهارتراش به جای لقمه قابل تنظیم استفاده شده. عایقکاری حرارتی کف به صورت میانی. این هم باز جزء مواردیه که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. روی عایق حرارتی بتون مسلح کار شده. دلیل مسلح بودن بتون توزیع یک نواخت باری هستش که به کف وارد میشه. اگر نشستی به صورت موضعی در اثر فشرده شدن لایه عایق حرارتی به وجود بیاد، این نیرو توزیع میشه و از شکسته شدن و ترک خوردن بتون جلوگیری میشه. این جزئیات رو بهش جزئیات کف شناور گفته میشه. عایقکاری حرارتی کف از خارج. کف با عایق از خارج عنوان هست کف روی خاک. در واقع زمانی که ما در طبقه مجاور خاک هستیم جزئیات کفسازی به چه صورت میشه؟ خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید باز چون یک لایه بتون روی عایق حرارتی قرار گرفته، این بتون به صورت بتون مسلح کار شده. عایق حرارتی که در این جزئیات استفاده شده پلی استایرن هست. در جلسه گذشته تاکید کردیم عایق‌های حرارتی برخی در برابر رطوبت ضعف دارن و برخی ضعیف نیستن. عایق حرارتی پلیمری با چگالی بالا که در این جزئیات استفاده شده، لایه زرد رنگ این قسمت، در برابر رطوبت
ضعف نداره، ولی تأکید میکنم دقت بفرمایید، جایی که عایق حرارتی در مجاورت خاک قرار میگیره، مجدد تکرار میکنم، جایی که عایق حرارتی در مجاورت خاک قرار میگیره، از یک لایه استفاده میشه بچه ها که این لایه بخاربند نیست، اسم این لایه نمبنده. نمبندی در توضیحات ابتدای کتاب هم بهش اشاره شده بود. از اصطلاح نمبندی جایی استفاده میکنیم که بخوایم جلوی نفوذ نم یا رطوبت رو از طریق خاک بگیریم. معمولا یک لایه نایلون اینجا استفاده میشه، یعنی اگر میخواید سنسی نسبت به این ماجرای نمبندی داشته باشید میشه یک لایه نایلون رو در نظر گرفت. پس این چیزی که اینجا ترسیم شده، این لایه عایق رطوبتی یا بخاربند نیست. جایی که عایق حرارتی در مجاورت خاک قرار داره لایه نمبند استفاده میشه. خب حالا میتونیم کف رو عایق کاری حرارتی از خارج بکنیم، ولی این کف مجاور خاک نباشه. مثالش میتونه کف فضایی باشه که در مجاورت فضای کنترل نشده قرار داره. مثالش میشه طبقه در واقع طبقه روی پیلوت، در صورتی که اون پیلوت فضای کنترل نشده باشه. مثل ساختمون هایی که طبقه همکفشون پارکینگ و طبقه اول واحد اقامتی. خب در یک همچین شرایطی از فضای پشت سقف کاذب برای عایق کاری حرارتی استفاده شده. نوع عایق حرارتی با توجه به نوع ترسیمی که براش انجام شده کاملا قابل تشخیص هست که پشم معدنیه، بنابراین در برابر بخار ضعف داره و باید عایق در واقع لایه بخاربند در نظر گرفته بشه. لایه بخاربند سمت گرمتر قرار گرفته چون فضای داخلی با توجه به اقلیم که سرد و خشک یا معتدل هست سمت گرمتره، بنابراین لایه بخاربند در سمت گرمتر عایق حرارتی قرار گرفته. جزئیات عایق کاری حرارتی بام ها. تا الان راجع به کف ها صحبت می کردیم، الان می خوایم عایق کاری حرارتی بام رو بررسی کنیم. بامی که مد نظر هست بام تخت نامیده میشه. در توضیحات ابتدای فصل تعریف بام تخت رو بامی میدونه که زاویهش از 10 درجه کمتر هست. خب در رابطه با عایق کاری حرارتی بام هم که نکته بسیار بسیار مهمی هست در آزمون نظام مهندسی، سالهای یا دوره‌های متعددی عایق کاری حرارتی بام به عنوان سوال مطرح شده. عایق کاری حرارتی بام از داخل. خب اولین سقفی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید سقف تیرچه بلوک هست. یه نکته‌ای رو همینجا خدمتتون عرض بکنم. شما اینجا ساختار کلی سقف تیرچه بلوک رو می‌بینید. یک تیر تی شکل بتونی، فضایی که با قالب پلی استایرن پر شده که در سقف‌های تیرچه بلوک معمولی این بخش میتونه با
بلوک سفالی یا بلوک سیمانی به جای بلوک های پلی استایرن کار بشه. ولی در صورتی این سقف یه سقف همگن محسوب میشه که پل حرارتی حذف بشه. پل حرارتی در سقف تیرچه بلوک موقعیت تیرچه هاست. اینجا میتونه محل تبادل حرارت باشه. ولی اگر بیایم با پلی استایرن که یک ماده عایق هست، یک عایق حرارتی مناسب هست، زیر تیرچه ها رو هم پوشش بدیم، این سقف ما در واقع یک لایه یا در واقع یک سقف همگن خواهد بود. عنوانمون هست بام با عایق از داخل، سقف تیرچه بلوک یا پانل سقفی پاشنه دار با سقف کاذب. اینجا سقف کاذب بچه‌ها نقشی در عایق کاری حرارتی نداره. اون چیزی که در عایق کاری حرارتی نقش داره خود پلی استایرن هستش. در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم زمانی که میخوایم برای سقف کاذب آویز بگیریم، در سقف‌های کاذب رابیتسو اندود آرماتور ما باید از توی بتون شروع بشه و از توی بلوک بیاد پایین. این دیتیل رو برای چی گفته بودیم؟ این رو برای سقف کاذب رابیتسو اندود گفته بودیم. ولی در سقف‌های کاذب سبک مثل این دیتیلی که ملاحظه می‌فرمایید، از شلیک میخ با چاشنی انفجاری در بتون آویز گرفته میشه. نحوه نمایش این مسئله در واقع به صورت ایجاد یک سوراخ در مقطع بتونی هست، نه گرفتن یک آویز از آرماتور تیرچه. پس بچه‌ها این ترسیم از نظر فنی اشکال داره. با اینکه در کتاب مقررات ملی هم این کار انجام شده، این ترسیم اینجا اشکال داره. این آویز رو باید از توی بتون نشون میداد، یا حتی اگر به تیرچه هم میخواست آویز بده، فقط در حد فرو رفتن این بخش از آویز توی تیرچه باید نمایش میداد. و اینکه یه قلابی بیاد دور آرماتور به چرخه بیاد پایین به صورت انتظار، اونم آرماتور اصلی تیرچه، این کاملا اشتباهه، غلطه. نحوه نمایش صحیح آویز سقف‌های کاذب سبک مثل سقف‌های کناف رو در ادامه با هم می‌بینیم. پس اگر سقف کاذب تیرچه بلوک ما از بلوک‌های پلی استایرن تشکیل شده باشه و زیر تیرچه رو اینها پوشش بدن، این نوع سقف عایق حرارتی هست. اینجا توضیح داده شده در این قسمت در صورت عدم تمایل به استفاده از سقف کاذب میتوان از نازککاری با استفاده از اندود گچی یا صفحات گچی با اتصال مکانیکی به سقف سازه‌ای منطبق با ضوابط محافظت در برابر آتش استفاده کرد. در صورت استفاده از اندود گچی، توری سیمی یا رابیتس متصل شده به سازه سقف در نظر گرفته شود. خب مجدد جزئیات بام عایق از داخل، ولی این بار عایق روی سقف کاذب یا در واقع پشت سقف کاذب. خب همین نکته که خدمتتون عرض کردم، اتصال آویز به قسمت بتونی سقف، این نحوه صحیح نمایش هست. با یک چاشنی میخ با چاشنی انفجاری سوراخی رو توی سقف ایجاد میکنن، سوراخی رو توی سقف بتونی ایجاد میکنن، یا به روش
اتصال رول بولت اتصالاتی از قسمت بتونی سقف گرفته میشه و این آویز سقف کاذب که بهش آویز فنری گفته میشه از طریق این اتصال به سقف متصل میشه و در ادامه سازه سقف کاذب وزنش به سقف وارد میشه. خب دوستان، من 1 دقیقه از حضور شما عذر میخوام. این سیم میکروفون رو مجدد من باید درست کنم و 1 دقیقه دیگه فقط به من مهلت بدید. من ادامه بحث رو هستم در خدمتتون. خب پوزش میخوام. عرض میکردم ما اینجا وزن سقف کاذبمون به سقف بتونی از طریق گرفتن آویز، قلاب و اتصال منتقل میشه. سقف کاذب فضای مناسبی ایجاد کرده برای قرارگیری عایق حرارتی. نوع عایق حرارتیمون پشم معدنی هست. با توجه به ضعف پشم معدنی در برابر بخار، این سمت که سمت داخل هست سمت گرمتره و ما باید لایه بخاربند رو در این قسمت قرار بدیم. عبور لایه بخاربند از محل اتصال آویز سقف کاذب و سقف. بریم دیتیل بعدی. نوع دیگری از سقف‌های کاذب. بچه ها به انواع اتصالات دقت بفرمایید. ممکنه در آزمون شما هر کدوم از این اتصالات رو ترسیم بکنید. هر کدومو که انجام بدید درسته. اگر از پروفیل های سی شکل دارید استفاده میکنید با پیچ و رول پلاک. اگر از آویزهای مفتول استفاده میکنید با میخ با چاشنی انفجاری. روش های اتصال سازه سقف کاذب به قسمت بتونی سقف. خب در ترسیم جزئیات اجرایی بام، چون این دیتیل هایی که داریم بررسی میکنیم جزئیات اجرایی بام تخت هست، موقعیت عایق رطوبتی رو فراموش نکنید. ترسیمش رو لایه عایق رطوبتیمون در این قسمت مشخصه. جزئیات دیگه، عایق حرارتی به صورت پیوسته زیر سقف حرکت میکنه. بست اتصال ورق گچی به سقف و در نهایت ورق گچی به عنوان نازککاری. شماره 8 صفحه گچی یا ورق گچی که زیر عایق حرارتی اجرا شده. ما اینجا توی این دیتیل چیزی به عنوان سقف کاذب نداریم. چیزی که بخواد آویز بشه از زیر سقف به عنوان سقف کاذب نداریم. به خاطر اینکه اتصال مناسبی برای نازککاری به وجود بیاد زیر سقف،
عایق حرارتی کاملا به سقف چسبیده و با یک پروفیل اومگا و یک پروفیل سی شکل ورق گچی رو متصل کردیم و زیر عایق حرارتی رو پوشش دادیم. جزئیاتی که در ادامه بهش میپردازیم عایقکاری حرارتی بام از خارج هست. اولین روش بام با عایق از خارج، بام وارونه. اصطلاح بام وارونه جایی کاربرد داره، جایی استفاده میشه که موقعیت عایق حرارتی روی عایق رطوبتی قرار بگیره، همونطور که در این تصویر ملاحظه میفرمایید. عایق حرارتی روی عایق رطوبتی قرار بگیره، به این حالت میگیم بام وارونه. اگر عایق حرارتیمون از نوع پلیمری باشه، میدونیم این نوع عایق حرارتی در برابر اشعه فرابنفش ضعف داره و تجزیه میشه. برای جلوگیری از این اتفاق باید عایق محافظت بشه. یکی از راه‌های محافظت از عایق اجرای کفسازی روی عایقه. روشی که برای اجرای کفسازی در این جزئیات در نظر گرفته شده، ریختن شن بادامی روی عایق و اجرای کفسازی به صورت خشکچینی هست. لقمه و موزاییک، قطعات سبز رنگ لقمه ها هستند و موزاییکی که روی لقمه ها قرار میگیره. برای اینکه از چسبیدن عایق حرارتی به عایق رطوبتی که احتمالاً از عایق‌های پایه‌گیری هست جلوگیری بشه، از یک لایه نایلون استفاده میشه. مجدد جزئیات بام وارونه با اجرای کفسازی به صورت تر. تفاوتش با جزئیات قبلی اینه که در جزئیات قبلی ما شن بادامی داشتیم، لقمه و موزاییک رو داشتیم، ولی اینجا کفسازی با استفاده از ملات انجام شده. یکی دیگه از راه‌های محافظت از عایق حرارتی پلیمری در برابر اشعه فرابنفش اجرای بام سبز روی عایق حرارتی است. میدونیم که بام سبز با جزئیات بسیار بسیار متفاوتی قابل اجراست، ولی چند لایه‌ای که معمولاً در اکثر روش‌های اجرای بام سبز ازشون استفاده میشه، گذشته از خود پوشش گیاهی، خاک نباتی، لایه ضد ریشه یا آنتی روت، لایه محافظ در برابر نفوذ خاک یا در واقع بخش زهکشی، عایق حرارتی پلیمری زیر اون لایه زهکش اجرا شده، لایه ضد ریشه به صورت سبز رنگ و عایق در واقع لایه محافظت در برابر نفوذ خاک یا همون زهکشی زیرش اجرا شده. زیر این لایه عایق حرارتی پلیمری رو داریم، ترجیحاً پلی استایرن اکسترود شده ذکر شده. زیر اون عایق رطوبتی رو داریم، بتون شیب بندی و در نهایت سقف سازه‌ای و نازککاری که زیر سقف در این بخش اجرا شده. تأکید میکنم برای اینکه بتونیم جزئیاتی رو که مد نظر طراح هست درست ترسیم کنیم، لایه‌های کفسازی، موقعیت پروژه، شرایط اقلیمی پروژه،
همه اینها رو باید بهش توجه بکنیم. کارکرد یا عملکرد هر لایه رو باید بشناسیم، بدونیم که در ترسیم دیتیلی که کار میشه دیتیل اشتباهی نباشه. در ادامه جزئیات عایقکاری حرارتی سقف‌های شیبدار مد نظر قرار داده میشه. خب سوالی که مطرح شده اینه که عایق حرارتی و رطوبتی میتونن بدون واسطه کنار هم اجرا بشن. چند تا نکته داره. اولا جنس عایق رطوبتیمون چیه؟ دقت بفرمایید. دو نوع عایق رطوبتی رو به صورت کلی میتوان مطرح کرد: عایق رطوبتی سرد و عایق رطوبتی گرم. عایق‌های رطوبتی سرد معمولاً از نوع عایق‌های رطوبتی پلیمری هستند که بهشون عایق سفید هم گفته میشه. در بام وارونه با توجه به اینکه اول عایق رطوبتی اجرا میشه، خب فرصت سرد شدن داره و عایق حرارتی میتونه بیاد روش قرار بگیره. فقط برای اینکه از چسبندگیش جلوگیری بشه از یک لایه نایلون معمولاً استفاده میشه. ولی در حالتی که ما بخوایم مستقیم عایق رطوبتی رو اونم از نوع گرمش روی عایق حرارتی اونم از نوع پلیمریش استفاده کنیم، این کاملا غلطه. در چند دوره از آزمون نظارت هم به صورت جزئیات اجرایی، جزئیاتی که در سوالات 4 گزینه‌ای مطرح می شده، به این اشاره شده که به صورت مستقیم عایق رطوبتی گرم رو مثلا از نوع قیرگونی روی لایه عایق حرارتی پلیمری اجرا کردن. این یک روش کاملا غلطه و باعث از بین رفتن عایق حرارتی میشه. در رابطه با بام سبز هم عرض کردم جزئیات بام سبز بسیار متنوع و اون چیزی که به عنوان منبع و رفرنس داریم این کتاب هست که تو این کتاب هم به 3 لایه اشاره کرده: لایه ضد ریشه، لایه زهکش و خاک نباتی که لایه های تشکیل دهنده بام سبز بودن. خب این اصطلاح رو در صفحه 99 لطفاً بهش توجه بکنید. بام شیبدار گرم، بام شیبدار سرد. راجع به عایق سرد و گرم صحبت کردیم، ولی بام شیبدار سرد و گرم چیه ماجراش؟ خب اگر عایق حرارتی بیاد و بره زیر سقف قرار بگیره به این ترتیب، یعنی این فضا بیاد در مجاورت فضای داخلی قرار بگیره، فضایی که ما داریم دماش رو کنترل میکنیم و طبیعتاً داریم گرمش میکنیم. این حرارت و گرما سقف ما رو هم گرم میکنه. در مناطقی که بارش برف وجود داره، در صورت گرم شدن سقف برف آب میشه روی این سقف شیبدار و به صورت قندیل در لبه سقف شیروانی خودش رو نمایش میده. ولی در رابطه با این حالت، یعنی وضعیتی که ما عایق حرارتی رو آوردیم گذاشتیم اینجا و حرارت رو زیر این داریم کنترل میکنیم و امکان جریان هوا رو زیر پوسته نهایی سقف شیبدارمون ایجاد کردیم، این بام سرد محسوب میشه. توضیحی که اینجا میگه بام سرد در این نوع بام شیبدار دمای هوای فضای شیروانی نزدیک به دمای هوای بیرون ساختمونه و محل قرارگیری عایق حرارتی بر روی سقف کاذب و به صورت افقیه. در بام گرم عایق حرارتی
در قسمت بالای فضای زیر شیروانی قرار میگیره این حالت و در امتداد بام شیبدار قرار میگیره. لطفاً به این دیتیل توجه بفرمایید. تو آزمون اصطلاح گرم و سرد برای سقف شیبدار چند بار مورد استفاده قرار گرفته. جلسه پیش هم با هم بررسی کردیم که اختلاف خیلی جدی در رویکرد طراحا بین آزمون‌های نظارت، اجرا و طراحی معمولاً در بخش عناصر و جزئیات وجود نداره. یک دیتیلی که در آزمون نظارت یا اجرا مورد توجه قرار گرفته میتونه در سال بعدش در آزمون طراحی به نوعی بهش اشاره بشه. خب جزئیات اجرایی سقف‌های شیبدار. از این جای کتاب به بعد در دو جهت جزئیات سقف شیبدار ترسیم شده. یکی در جهت خود شیب که میشه این دیتیل و در صفحه دوم هر بخش برش عمود به این برش ترسیم شده، یعنی این دیتیل. پس این جزئیات و این جزئیات هر دو یک مورد هستند که در دو جهت مختلف نمایش داده شده. بریم اجزای تشکیل دهنده این دیتیل رو با هم از بالا به پایین بررسی بکنیم. بیرونی ترین لایه سقف شیبدار سفال سقفه. خب میدونیم این پوشش هم به روش قطعات سفالی قابل اجراست، هم با پوشش های مثل ورق های موجدار فلزی، ورق های سیمانی، آردواز و غیره. لایه بعدی که این بخش هست، چوب چهارتراش، زیر سفال سقف چوب نگهدارنده سفال هست. لایه بعدی، لایه شماره 3، این لایه سبز رنگ، چوب چهارتراش زیر لایه آبگریز. شماره 4 لایه آبگریز. در رابطه با آبگریز بودن متریال ها در ابتدای این کتاب صحبت کردیم. لایه شماره 5 بتون سقف است. در واقع اینجا سقف شیبدار ما یک سقف بتونیه. در ادامه جزئیاتی رو با هم می‌بینیم که سقف‌های کاذب سقف‌های شیبدار فلزی هستن. چجوری آویز میگیریم برای سقف‌های کاذب از یه سقف بتونی؟ به روش پیچ و رول پلاک یا رول بولت، آویز فنری برای سقف کاذب پیش ساخته، اجرای سقف کاذب و عایق‌کاری حرارتی پشت سقف کاذب. برای چندمین بار تکرار میکنم، عایق حرارتی از نوعی هستش که ضعف داره در برابر بخار، بنابراین محل قرارگیری لایه بخاربند سمت گرمتر هستش. همون جزئیات در جهت عمود به شیب. جزئیات بعدی در این جزئیات همونطوری که در توضیحات سقف شیبدار گرم هم اشاره شد، عایق حرارتی رفته به موازات شیب سقف چسبیده به زیر سقف. از یک پروفیل
امگا استفاده شده، از یک بست امگا استفاده شده و پوشش زیر عایق حرارتی هم از نوع صفحات گچی هست. این جزئیات رو برای عایقکاری حرارتی بام تخت هم داشتیم در صفحات قبل. بقیه لایه‌های تشکیل دهنده از جمله سفال سقف، چوب نگهدارنده سفال و چوب چهارتراش مشابه دیتیل یا جزئیات قبلی است. دیتیل بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم سقف شیبدار با سازه فولادی هستش. در جزئیات قبلی ما سازه سقف رو به صورت بتونی میدیدیم. اینجا نوار آبی رنگ، این بخش رو عرض میکنم. این نوار آبی رنگ در واقع تیر فولادی ماست، تیر اصلی سقفه. عناصری که به صورت S یا اصطلاحاً Z شکل روی تیرهای فولادی قرار میگیرن پرلین نامیده میشه. روی پرلین ها این نوار در واقع سبز رنگ، چوب چهارتراش، چوب نگهدارنده سفال و خود سفال رو داریم. لایه آبگریز اینجا قابل مشاهده هست. زیر لایه آبگریز لایه دیگه‌ای داریم، صفحات سیمانی که به عنوان در واقع پوشش زیر سفال ها کار شده. آویز سقف کاذب اتصالش به پرلین هاست به این ترتیب و نوع سقف کاذبمون هم از نوع سبک یا در واقع همون صفحات گچی هستش. عایقکاری حرارتی هم پشت سقف کاذب انجام شده. این جزئیات رو در صورتی که امکان جریان هوا پشت سقف کاذب فراهم باشه جزئیات بام به صورت سرد مینامیدیم. آیتم شماره 6 این پروفیل S شکل یا برعکسش Z شکل رو بهش میگیم پرلین. مقطع عمودی سقف شیبدار با عایق میانی. عایق حرارتی روی سقف کاذب متصل با آویز در واقع متصل شده به پرلین. همون جزئیات در جهت عمود. این بار اون تیری که با مقطع آبی رنگ نمایش داده شده بود این تیر آی شکله. این مقطع آبی رنگ بالا پرلینمون هست و بقیه لایه هایی که در موردش صحبت کردیم. این بار عایق حرارتی از روی سقف کاذب یا پشت سقف کاذب جابجا شده به زیر قطعات سفالیمون. این هم یکی از روش‌های متداول هست. سقف شیبدار ما از سازه فولادی، تیرهای فولادی، پرلین، روی پرلین صفحات سیمانی، روی صفحات سیمانی لایه بخاربند، عایق حرارتی از نوع پشم معدنی، لایه آبگریز و دو ردیف آخر یعنی شماره های 3 و 2 چوب چهارتراش و چوب نگهدارنده سفال هست. آویز فنری برای سقف کاذب. سقف کاذب هم از نوع تایل های گچی هستش. خب عایقکاری حرارتی سقف شیبدار از خارج. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مجدد شکل سقف شیبدار رو داره به صورت بتونی نمایش میده.
این سقف بتونی شیبدار از زیر نازک کاری شده، عایق حرارتی اومده بیرون قرار گرفته، لایه بخاربند جاش درسته، لایه آبگریز جاش درسته و 2 لایه چوب 4 تراش و چوب نگهدارنده سفال در قسمت بیرونی مشخص هستش. بخش بعدی جزئیات اتصال جداره‌های مختلف. یعنی در واقع ما بعد از اینکه جزئیات عایق‌کاری حرارتی دیوارها، سقف‌ها، کف‌ها، سقف‌های شیبدار اینها رو بررسی کردیم، اینجا باید اتصالات بین اینها رو هم بدونیم و در واقع بیشتر روی کرده طراح سوال آزمون به این بخش هست، جایی که جداره‌های مختلف به هم متصل میشن، جایی که کفسازی به دیوار میرسه، جایی که دیوار به سقف متصل میشه، نحوه عایق‌کاری حرارتیش به چه صورته. خب در ادامه این فصل ما با جداولی مواجه میشیم که در این جداول حالتهای مختلف عایق‌کاری حرارتی در محل اتصال جداره‌ها یا اتصال دیوارها توضیح داده میشه. اولین جدول یا جدول شماره 3 پل‌های حرارتی احتمالی در حالتهای مختلف اتصال دیوارها به همدیگه. در واقع هر چیزی که شما دارید ملاحظه می‌فرمایید دوستان در پلان داره اتفاق میفته یا مقطع افقی. 2 تا دیوار خارجی وقتی به هم میرسن چه حالت‌هایی ممکنه به وجود بیاد؟ حرف دال نماینده فضای داخلی، خ فضای خارجی. جاهایی که یه دونه تیک داره از نظر کیفیت حرارتی متوسطه، جاهایی که 2 تا تیک داره حالت خوبه و جاهایی که ضرب در هست توصیه نمیشه. این علامت پیکان یا فلشی که نمایش داده مسیر جریان حرارت یا همون پل حرارتی هستش. در این حالت 2 تا جداره به هم رسیدن، عایق حرارتی به صورت یک پارچه اومده ادامه پیدا کرده. ولی جایی که عایق حرارتی اینجا قطع شده و مجدد اینجا قطع شده، بین اینها پل حرارتی به وجود اومده. این بار عایق حرارتی از داخل به صورت کامل اجرا شده و هیچ پل حرارتی وجود نداره. پس این گزینه و این گزینه حالتهای خوب هستن. اینجا اتصال یه دیوار به صورت عمودی به یه دیوار دیگه باعث قطع شدن عایق حرارتی شده و ایجاد پل حرارتی. ولی در همین حالت وقتی که عایق منتقل شده به فضای بیرونی، طبیعتاً پل حرارتی اینجا به وجود نمیاد. بام تخت بدون پیش آمدگی و دیوار. اتصال بام تخت و دیوار. ببینید دوستان، اگر طراح بخواد سوالی در این بخش مطرح بکنه، میاد بخشی رو از شما میخواد ترسیم بکنید که جزئیات اتصال سقف سازه‌ای رو بکشید، دیوار جانپناه بام رو بکشید، دیوار زیر سقف رو ترسیم بکنید و مسئله عایق‌کاری حرارتی رو بهش در این اتصال بپردازید. 2 حالت رو کات کشیده و روش داره تاکید میکنه. حالتی که عایق‌کاری از داخل انجام شده و حالتی که یک لایه عایق‌کاری حرارتی از خارج انجام شده و بام هم از خارج داره عایق‌کاری حرارتی میشه، ولی عایق حرارتی میچرخه و به سمت جانپناه به سمت بالا میره. اینجا پل حرارتی وجود داره
ولی به این دلیل که طول پرحرارتی زیاد هست میزان تبادل حرارت به شدت کم میشه. این چه حالتیه؟ خارج داخل. چرا 2 تا تیک خورده؟ عایق حرارتی کجاست؟ این حالت نمایش برای عایق همگن یا سقف یا دیوار همگن استفاده میشه. جدار با مصالح عایق همگن. مثالش برای سقف همون سقف تیرچه بلوک هست با همپوشانی بلوک های پلی استایرن از قسمت پایینی تیرچه ها. به عنوان اولین دیتیل عایق کاری حرارتی سقف ما این دیتیل رو بررسی کرده بودیم. در این جدول سقف بدون پیش آمدگی در تماس با فضای کنترل نشده و دیوار خارجی در مجاورت همدیگه قرار میگیرن. جدول 5 پل‌های حرارتی احتمالی در حالتهای مختلف اتصال دیوار خارجی به سقف بدون پیش آمدگی در تماس با فضای کنترل نشده. خب از حالت نمایش اینطور به نظر میرسه که داره راجع به سقف‌های شیبدار صحبت میکنه، ولی توی جدول کلمه اشاره‌ای به سقف شیبدار نکرده. باز حالت‌های مختلف نمایش پیوستگی در عایق حرارتی باعث میشه که این گزینه خوبی تلقی بشه. اینجا عایق کاری از داخله، اینجا عایق کاری حرارتی از خارجه و به صورت پیوسته داره انجام میشه. لطفاً به گزینه هایی که 2 تا تیک دارن توجه بفرمایید. کف مجاور فضای خارج و دیوار گزینه های مناسب گزینه هایی هستن که عایق حرارتی توشون پیوستگی داره یا دیوار و کف هر دو از نوع مصالح عایق هستن. کف مجاور فضای کنترل نشده، کف بین 2 فضای کنترل نشده و دیوار خارجی. کف، دیوار بالا، دیوار پایین، خارج یا فضای کنترل نشده و پیوستگی در عایق حرارتی در این قسمت باعث شده این گزینه 2 تا تیک بگیره. در عایق کاری حرارتیمون باید مواظب باشیم که این حالت‌ها اتفاق نیفته، حالت‌هایی که ضرب در میگیره. کف روی خاک یکی از مباحثمون بود در مجاورت دیوار خارجی. این گزینه غیر قابل قبول هست. گزینه‌ای که 2 تا تیک میگیره باز گزینه هستش که پیوستگی عایق کاری حرارتی رو داره. ممکنه که سقف ما پیش آمدگی داشته باشه، مثل حالتی که برای بالکن ها اتفاق میفته. یا دیوار باید از مصالح همگن باشه و زیر سقف عایق کاری حرارتی بشه، یا اینکه عایق حرارتی به صورت پیوسته در قسمت خارجی انجام بشه، یا عایق حرارتی به صورت پیوسته در قسمت داخل و سقفمون از نوع مصالح همگن باشه. حالتهایی که 2 تا تیک دارن و حالتهای ایدئال هستن. جزئیات رو با هم ببینیم. اتصال دیوار خارجی، عایق از داخل با کف روی خاک. قبلا صحبت کردیم
هر جایی که قراره باری روی کف مجاور خاک بیاد، اگر زیرش عایق حرارتی پلی استایرن داشته باشیم، بتون اون کف باید به صورت بتون مسلح نمایش داده بشه. دیوار از داخل عایق کاری شده، کف هم از داخل. عایق به صورت پیوسته هست و این پیوستگی باعث میشه که این دیتیل مناسبی باشه. در رابطه با این جزئیات 2 تا نکته رو فراموش نکنید. عایق روی کرسی و عایق پشت ازاره که اینجا ترسیم نشده. چرا ترسیم نشده؟ تاکید این دیتیل بر عایق کاری حرارتیه. اینجا هدف آموزش عایق کاری رطوبتی نیست. برای عایق کاری رطوبتی استناد میکنیم به کتاب راهنمای فنی ساختمانسازی که در جلسه اول بررسی کردیم. خب، اتصال دیوار خارجی، این دیوار خارجیمون، این هم بام تخت ما هست. عایق کاری به صورت پیوسته از داخل انجام شده. لایه شماره 2 عایق رطوبتیه که توی کف بام حرکت کرده. مایچه سیمانی در این کنج رفته بالا و در قسمت بالا انتهاش مهار شده. شماره 7 سنگ ازارمون هست که با ملات مهار شده. بهتره اینجا از اصطلاح دوغاب استفاده کنیم. جزئیات بعدی، جزئیات اجرایی اتصال دیوار خارجی، عایق از داخل، اتصالش به کف که اون کف هم عایق کاریش از داخل هستش. مثالی که برای این میزنیم معمولا فضای پیلوته. این فضا یک فضای کنترل نشده است، پس باید عایق کاری حرارتی انجام بشه. برای اینکه این قسمت پل حرارتی ایجاد نشه، پیوستگی بین عایق حرارتی کف و عایق حرارتی دیوار رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید. جزئیات بعدی جامپناه بام هست. کفسازی بام رو بررسی کردیم در صفحات قبل. لقمه پلاستیکی داشتیم و موزاییک کف، لایه های شماره 1 کفسازی موزاییک یا مشابه، یا میشه از قطعات بتونی پیش ساخته استفاده کرد. عایق حرارتیمون از جنس پلی استایرنه. نوع باممون بام وارونه است. فقط دقت بفرمایید که در این دیتیل این ازاره لایه شماره 8 سنگ ازاره به صورت خشک متصل شده. چرا؟ چون پشتش باید عایق حرارتی به صورت فشرده میچرخیده و میومده بالا. اگر عایق حرارتی در این قسمت قطع میشد، اینجا پل حرارتی به وجود می اومد. ولی پیوستگی عایق حرارتی در این قسمت باعث شده که طول پل حرارتی خیلی زیاد بشه و این باعث میشه که انتقال حرارت خیلی با کندی صورت بگیره. بیایم سراغ نما. لایه های شماره 14 13 12 الی 10. پوشش خارجی نما صفحه سیمانیه. زیرش نبشی فلزی داریم، زیرش سپری فلزی داریم. عایق حرارتیمون از نوع پشم معدنی هست و گلمیخ نگهدارنده عایق حرارتی. لایه شماره 10 هم لایه بخاربند هست که در سمت گرمتر قرار گرفته. با اینکه موضوع این دیتیل نیست، ولی به تسمه فلزی که پیچ شده به یک سطح صاف به عنوان درپوش بام داره استفاده میشه و ورق فلزی که اومده روی این تسمه خم شده.
فلاشینگ یا جزئیات در پوش جامپناه بام. خب این صفحه نکته خاصی نداره، جلد کتاب هست و ما عملا این 120 و چند صفحه کتاب رو تمام جزئیاتش رو تک به تک با هم بررسی کردیم. خیلی از دوستان همکاران بنده مدرسین حوزه آزمون نظام مهندسی معمولاً عنوان میکنن که جزئیات اجرایی آزمون نظام مهندسی منبع نداره. در سالهای گذشته خیلی روی این قضیه تاکید کردن. یا اگر منابعی میخوان معرفی کنن کتابای خودشونو معرفی میکنن. تاکید میکنم دوستان به جز کتاب‌هایی که معرفی شد در این جلسات خدمتون، بقیه کتاب‌هایی که مخصوصاً با جلد سفید رنگ کتاب فروشی‌ها بهتون میدن در بخش عناصر و جزئیات قابل استناد نیست، پر از اشکالات و غلط‌های فاحشه که اگر شما به اون شیوه در آزمون به سوالات پاسخ بدید میتونم قطعاً بهتون بگم که در این بخش از آزمون نتیجه‌ای نمیگیرید. منظورم بخش جزئیات اجرایی هستش. خود بنده 2 روز پیش به یکی از همین کتاب فروشی های خیلی معروف در حوزه کتاب های عمران معماری مراجعه کردم. سراغ راهنمای مبحث 3 رو گرفتم و بلافاصله یکی از همین کتاب های سفید رو برداشت و جلوی ما گذاشت. گفتم این که نویسنده شخصه. گفت بله راهنمای مبحث 3. گفتم خیر، راهنمای مبحث رو وزارت راه و شهرسازی چاپ میکنه، شخص نمیتونه راهنما بنویسه. و گفت فقط همینو داریم فعلا. گفتم این اسمش راهنما نیست، این یه کتاب در واقع تالیف شده شخصی هست و قابل استناد نیستن این کتاب ها و این مراجع. بسیار خوب دوستان بله حتما این کار رو انجام میدم. سعی میکنم ظرف امروز یا فردا حتما ویدیوها رو آپلود بکنم که بتونید استفاده بکنید. در قسمت بعدی کلاس بعد از یه استراحت حدود 1 تا 20 دقیقه برمیگردیم. توضیحاتی راجع به جزئیات سقف‌های کاذب بهتون میدم. چند نوع سقف سازه‌ای رو جزئیاتش رو براتون بررسی میکنم. این بخش‌هایی هستش که از کلاس ما باقی مونده و انواع سقف‌های سازه‌ای و جزئیات اجرایی سقف کاذب در قسمت بعدی خدمتتون ارائه میشه. یک استراحت کوتاه داشته باشیم، یه نفسی بگیریم و مجدد کلاس رو ادامه خواهیم داد.